با خبرهای ورزشی پرسپولیس در خدمتتون هستیم. هفته ها و ماه ها گذشته ولی هنوز رأی پرونده بیرانوند اعلام نشده. با اینکه قرار بود اواسط اردیبهشت همه چیز روشن بشه، ولی هر روز یه بهونه جدید از فدراسیون اومد و هنوز هیچی مشخص نیست. از داخل شنیده میشه که رأی صادر شده ولی اعلام نمیکنن. میگن این بار محرومیت بیرانوند قطعیه و قرار از اول فصل بعد اجرا بشه. ولی از طرفی هر دو تیم تهدید کردن که اگه رأی به ضررشون باشه پرونده رو به CAS میفرستن. یعنی شاید اصلا ماجرا تموم نشده و فدراسیون داره وقت میخره یا حتی دنبال راه نجاته. البته اگر این پرونده روال عادی داشت تا حالا CAS هم رفته بود. این کش و قوس ها نشون میده باید منتظر یه حکم جنجالی باشی. به نظر شما این بار بیرانوند جدی محروم میشه؟ برای بروزترین خبرهای پرسپولیس ما رو فالو کنی.